سلام دوستان عزیز. امروز یک ویدیو کوتاهی بهتون میخوام نشون بدم. ببینید این صفحه اینستاگرام من هست. در اینجا شما میبینید که من یک عکس اینجا گذاشتم و در زیرش یه تعدادی اومدن کامنت گذاشتن. همچنین عکس بعدی رو هم میتونید ببینید. بذارید بزرگش بکنم که بهتر دیده بشه. این عکس رو هم میبینید. من یه چیز اینجا نوشتم: چرا داخل این مجسمه فلز و میلگرد کار گذاشته‌اند؟ مگر مجسمه شاپور سنگی و قدیمی نبود؟ حالا اینجا عکس ها داره مثل ویدیو داره میاد. همون عکس قبلی رو هم اینجا نداریم، ولی اون عکس رو در نتیجه یه عده‌ای اومدن زیر این نوشته من و این عکس حالت ویدیو داره کامنت گذاشتن. و من اینجا نوشتم حالا اول باید این قسمت رو خون تا به این نتیجه رسید. گفتن که این مجسمه شاپور اول است. حالا از کجا اینو گفتن؟ بریم اول اینو نشون بدیم که این از کجا دانلود کردیم. در تلگرام یک کانالی هست به نام تاریخ مصور قاجار و پهلوی که بعد از اینکه از کاخ قاجار یه تعداد عکس، چند هزار عکس رو منتشر کردن، یه وبلاگ های، یه کانال هایی در تلگرام پیدا شدن که این عکس ها رو منتشر میکردن. خب بعضی از کانال ها هنوز دارن این عکس های مربوط به دوره قاجار و پهلوی رو منتشر میکنن که ببینن چی هست. آخرین عکسی که در اینجا میبینید نوشته این مجسمه هر جای دنیا بود میشد بزرگترین جاذبه گردشگری اونجا، جز ایران خودمون که خیلی ها حتی از بودنش هم بیخبرن. این مجسمه رو من بزرگش بکنم. این مجسمه در حال ساخته شده، در این غار، جلوی این غار گذاشته شده. نگاه بکنید این غار رو. این غار رو حالا من بعدا نشونتون میدم که این غار اصلا اینجوری نیست. اون عکسای اولیه‌ای که بوده به این شکل نبوده. ولی خب حالا اینا ادعا میکنن که این یه مجسمه شاپور اوله که در دوره خود شاپور ساخته شده. میبینی که حالت طلایی داره تنش و دستش به کمرشه. این یکی دستش هم نیست، این یکی بازوش هم نیست. این موهای سرشه که میبینید اینجا و این سرشه که باز میبینید. این هم احتمالاً یا اون لباسشه یا طلاست اینجا گردنش، یا یقه لباسشه که یقه هفته و یا چیز. و اینجا میبینی که شورت پوشیده، یعنی اینجا. و میبینی که این پاهاش بتونه. میگن که آقا بازسازی شده. حالا ولی اگر یه دونه قبلتر از این بریم دوباره تو همون صفحه با این عکس مواجه میشیم که این غار رو نگاه بکنید. غار رو گفتیم که به این شکل نیست. حالا شما اینجا این غار رو میبینید که داربستی جلوش زدن و بعد یه چند تا کارگر احتمالاً حالا نظامی، چون حالا الان نشونت نمیدم. اینجا تاریخ رو نگاه بکنید: برپایی مرمت مجسمه شاپور اول در غار بیشابور کازرون سال 1336 خورشیدی. در سال 1336 تا اون وقت این چرا مثلا مردم داخل این غار نمیرفتن اینو ببینن؟ خب مردمی که تو غار زندگی میکردن هیچ وقت تو اون روستا کازرون نرفتن داخل این غار که ببینن آقا اینجا این مجسمه هستش. حالا شما این مجسمه رو، این داربست رو میبینید، این غار رو میبینید، اینجا تعداد کارگر در اینجا و اینجا رو میبینید. اگه بشه اینو من بزرگش بکنم خیلی عالی میشه. ببینید همین عکس اول رو هم میتونیم بزرگش بکنیم، حالا با جزئیاتش هم آشنا بشیم. متاسفانه من خیلی بلد نیستم این کارها رو. شما الان از اینجا دارید داخل غار رو میبینید و این آدم رو هم یک مقدار دیدید. پاهاش هم میبینید که بتونیه و اینجا اون قبلی رو هم خوندیم دیگه. حالا بریم ببینیم بعدی که اگه بتونیم اینو از اینجا بریم بیرون. ببینید من یه ذره میرم بالاتر. اینجا برپایی 3 تا عکس گذاشته. نگاه کنید. من این 3 تا عکس رو دانلود کردم. نگاه دوستان، من اینو بزرگش بکنم. ببینید اگه بشه بازم بزرگ.
ببینید اینجا کارگران 1 2 3 4 5 6 با کلاه پهلوی یا یه نوع کلاهی، نمیدونم هر کلاهی هست، اینجا نشستن. 6 نفر دارن بالای یه تپی از تلی از چیز رفتن، تلی از سنگ و کلوخ رفتن که این مجسمه رو که ادعا میکنن از داخل این غار در آوردن. نگاه کنید غار به این شکل نیست. الان داخل غار رو میبینید، داخل غار رو در اون عکس اولی اگه من بتونم برم، این عکس ببینید، اینجا رو نگاه کنید، پشت همین کارگران رو که سوار مجسمه هستن، پشتش غار رو نگاه بکنید. حالا شما این عکس رو هم ببینید که دوباره غار رو میبینید چقدر پایین تره. نمیگم خیلی پایینه، ولی آدم ها نگاه کنید اونجا و سرشون اینها رو. حالا اینجا رو نگاه کنید چقدر این مجسمه رو درست کردن گذاشتن اونجا. حالا دوباره برگردیم سر عکس اول. ببینید اینجا کارگران دارن روی یه چیزی درست کردن، اینجا تپه‌ای از سنگ درست کردن، این مجسمه رو خوابوندن رو اون، یه زنجیر از اینجا بستن به گردنش، یه زنجیر اینجا بستن. ولی حالا میلگرد ها رو نگاه کنید دوستان، نگاه کنید این میلگرد ها رو میبینید اینجا. خب این میلگرد ها رو میبینید. حالا بذارید ببینید این بعدی چیه. ببینید اینجا دوباره اینو بزرگش بکنیم که خیلی راحت تر دیده بشه. متاسفانه من نمیدونم چرا وقتی اینو بزرگش میکنیم دیگه نمیتونم این پایینش رو نشون بدم. به هر حال اینجا نگاه کنید، ممکنه بعضی از دوستا بگن که آقا این تنابه، که حالا تو کامنت هم نوشتن. نگاه کنید بعضی چیزا رو تناب حالت چیز داره، شلی داره، وقتی ببندید حالت شلی داره، ولی چیز نیلگرد حالت زمخ داره و خم شدنش مشخصه به چه شکلی. اینا نگاه کنید اینجا یه فلزی هست، اینجا رو با تناب بستن، ولی اینجا رو نگاه کنید فلزه. اینا دیگه حالت گردیشون، تناب اینجوری گرد نمیتونه بمونه، این میلگرده. حالا دوباره اینجا رو نگاه کنید دوستان، این مجسمه رو میگن که چیز کردن دیگه، بازسازی کردن. بازسازیش چی بوده حالا نشونت میدم. دوباره عکس آخر برگردیم، اینجا رو نگاه کنید. تو این عکس شما ملاحظه میکنید غار رو نگاه میکنید و این کارگران اینها رو میبینید بر پایه مرمت مجسمه شاپور اول در قاب بی شاپور کازرون 1336. اینجا دوباره میبینید که متاسفانه من میخوام که این چیز نوشته بره تا اینو راحت تر ببینید، نمیشه. ببینید دوباره اینجا یه عالمه چیز هست، چی میگن، میلگرد، فلز، و این شلوارش یا پاش بتونیه، بتونی هست. خب روش یه ملاتی کشیدن، با هر چیزی که بوده یه ملات کشیدن. حالا اگر عکس بعدی بریم دوباره همین بازسازی شده شو داریم میبینیم که یه رنگ آمیزی طلایی کردن، یه این روکش اونجا هم بود، اینجا هم هست، ولی اینجا داخلش بتونه. حالا من اگر بتونم این غار رو هم که میبینید دیگه، غار رو هم مثلا به شکلی در آوردن که خیلی چیز باشه، عجیب باشه و اینا، بتونه این مجسمه رو توش جا بده. ما متاسفانه در ایران این کار رو میکنن دیگه. حالا دوستان میتونید باور بکنید، میتونید باور نکنید که این جدیده یا جدید نیست، ولی خب من معتقدم این جدیده، برای اینکه ما مراحل مختلف این رو دیدیم که اینو هنوز بازسازی نکردن. اینجا هم میبینیم بازسازی نکردن و میلگرد ها رو میبینیم و اینجا هم میبینیم که هنوز بازسازی نکردن و میبینیم که در پاهاش بتونیه، یعنی این مجسمه جدیده.
و این که مهمترین دلیل این که این یه چیز مثلا نیم متری یا 20 سانتی نیستش که یه جایی تو غار بوده، زیر خاک گم شده بوده، مردم نفهمیدن. این یه چیز حدوداً با آدم ها اگه مقایسه بکنید، قد این آدم اگر 1 متر و 50 بذاریم، حدود 3-4 برابر طول این آدم هست. یعنی حدوداً 7 متر حداقل این بلندی این چیز هستش، مجسمه هست. این 7 متری چیزی نیستش که 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال این داخل این غار بوده باشه و مردم نفهمیده باشن. حداقلش اینه که چوپان ها وقتی بارون میاد میرن داخل غار، یا در تابستون زمستون میرن خیلی ها داخل غار پناه میگیرن که در امان بمونن از سرما و گرما و از این حرفا. خب قاعدتا این بوده، باید اونجا پیدا میشده. حالا از این که بگذاریم که نشونتون دادم، برگردیم سر این عکس و کامنت ها. من حالا کاری به این ندارم که اینها، اگر اشتباه نکنم بذارید ببینم، من تو تلفن دیدم تعداد کامنت ها 2 دسته هست در زیر هر کدوم از این عکس ها. زیر این حدود 50 تا کامنت من دیدم، بعضیاشو خوندم بعضیاشو نخوندم دیگه چیز رو. حالا یه عده‌ای اومدن تشویق کردن هدف ترک یوردونو توتالlar. حالا یه عده‌ای هم اومدن یه چیزای اینجوری نوشتن پانفارس یارتاقلار. اینا دیگه اینا رو نمیتونم بخونم، خودتون عذر من رو بپسندید، برای اینکه اول این آدم هایی که توهین میکنن مثل این آدم، اینها نه عکسی دارن نه اسم واقعی، و آدم هایی که اینجوری هستن عکسی چیزی از خودشون دارن خیلی دیگه نمیتونن توهین بکنن و از این حرفا. ولی خدا وکیلی حالا اینجا هم یه چیزایی نوشتن که دیگه من نمیخوام برم، نمیدونم، اصلا هم نخوندم اینو ببینم چی هستش و چی نیست. یکی هم به این جواب داده، اونم دیگه دیده نشد. ولی خب شما اون فرهنگ 2500 ثانیه‌ای اینها رو ببینید که با آیا جعلی هست یا نه. این عکس در زیر این حالت ویدئویی که بوده اونجا دیگه خیلی خیلی فحش‌ها دارن میدن. حالا این آدم هر کی هستش داره بر اساس یه چیزهایی ادعا میکنه که ایران چی بوده و چی نبوده و از این حرفا. ولی خب اکثریت کسانی که اومدن این دیگه خیلی چیزه، چی میگن، خیلی با ادبشونه. گفته متوهم برای مرمت پاهای مجسمه بود. مرمت آثار باستان در همه دنیا رواج دارد. ما نگفتیم مرمت نکردن، که گفتیم آقا این داخلش بتون هست و در مراحلی هم که این رو داشتن هنوز آماده میکردن اینا، میبینیم که پاش بتونیه، نه اینکه پاش نبوده حالا اومدن براش پای چیز کردن. حالا یکی گفته که چرا من چیز رو نمیبینم. کافیه که همین عکسی که الان اینجا دارم با موس نشونتون میدم، این رو نگاه کنید. اینجا این میلگرد رو خواهید دید. این میلگرده، این تناب نمیتونه اینجوری وایسته. خب این میلگرده. حالا همینجا هم دوباره میلگرد نمیتونه، تناب نمیتونه حالت دایره‌ای بگیره و چون شل فرو میریزه. حالا این با تمدن اینها در عرض، ببین میگه این آقا این یه سنده، این با فتوشاپ نساختن. حالا به هر حال ما دیگه از اینها بگذاریم. حدود 50 تا کامنت نوشته شده. من در تلفن اینها رو چیزشو نشون میده، اگه بشه من این رو هم نشون بدم خیلی عالی میشه. ولی تقریبا از این 50 تا 27 نفر در اینجا نشون میده که
27 نفر اینو شیر کردن، 13 تا کامنت نوشتن، 143 نفرم قلب گذاشتن تو این زیر این آخرین عکس. ولی زیر اون دومی ببینیم چی نوشته. گفته 62 نفر شیر کردن، 80 نفر کامنت نوشتن، 195 نفرم اینو قلب چیزی براش گذاشتن. دیگه اینجا اگه بخوایم اینا رو نشون بدیم بی‌آبرویی میشه برای این پانفارسا که به جای اینکه بیان بگن اوکی این میلگرده یا نیست یا هست، اوکی هست، تلاش کردن اینو ببندن به پانتورکیسم و اینا. جالبه که دوستان من پانتورکم، اینو بدونید، من بارها گفتم من پانتورکم، پانتورک افتخار هم میکنم پانتورکم. نمیدونم اخیراً یه چیزی رایج شده در ایران که تلاش میکنن بعضی از فعالان آذربایجان بگن آقا پانتورکیسم یه چیز بدیه و در ایران وجود نداره. و این بعد از سخنان جناب دکتر سید جواد میری مینق این رواج شد که ایشون میگه در ایران پانتورکیسم نداریم یا خیلی کمه. تعریفی البته ایشون ارائه میده که باید یه سازمان داشته باشه، سلاح داشته باشه، بمب بذاره و اینها. اگر یه چیزی وجود داره پانتورک درست. من یا ماها کسایی که خودشونو پانتورک یعنی ترکچی ملتچی اعلام میکنن، ما گروه مسلح نداریم، بمب نمیذاریم، ترور نمیکنیم، آدم نمیکشیم، فعلا بنا به شرایط موجود ما این کارو نمیکنیم. ولی اینکه مبارزه مسلحانه هیچ وقت انجام نخواهیم داد به این معنی نیستش، نه ابدا. برای گرفتن حق شما مبارزه مسلحانه و جنگ تنها راه در ایران، راه دومی وجود نداره. شما یه وقتش با دولت متوجه هستید، با دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و دولتی متوجه روبرو هست، با مافیاهای مختلف روبرو هستید، اون یه چیزیه. ولی وقتی که مردم عادی کوچه و بازار بدتر از دولت و نیروهای امنیتی و مسلح و اعدام و زندان و شکنجه هستن، شما دیگه اینجا با یک جامعه سرکار دارید که سیاسی هاش و امنیتی هاش مثل مردمشن، مردم عادیش هم کوچه و بازارش هم مثل چیز هستن. شما اینو از کجا میدونید؟ از همین کامنت ها. این کامنت ها رو دولت ننوشته، خامنه ای و وزرا و نمایندگان مجلس و رؤسای ادارات و نیروهای امنیتی ننوشته، اینا رو همین مردم کوچه و بازار نوشتن. و این خب نشون میده که یه روزی ما ممکنه که سلاح برداریم و با اینها بجنگیم، چون اینها اهل این نیستن که بگن آقا خب ما هم مثل کشورهای توسعه یافته بیای با هم گفتگو بکنیم ببینیم که چی میشه بهترین. مثل کانادا دیگه میگه آقا چرا کوبک چرا میخوای جدا بشی؟ میگه خب من این چیزا رو میخوام ندارم. میگه خب من میدم 10 سال بعد، حالا الان چیز بکنید، من 10 سال بعد دوباره بیایم رفراندوم بکنیم. تو این 10 سال ثروت رو میبره، کارخونه ها رو میبره، خیابون ها رو درست میکنه، شهرها رو درست میکنه و اینا سرمایه میذاره در اونجا. 10 سال بعد میرن رفراندوم. اونها هم استقلال طلبان کبک هم دارن با رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و احزاب آزاد و اینها سازمان های مختلف دارن فعالیت میکنن، به مردم میگن آقا باید مستقل بشیم. 10 سال دیگه میگن مردم میگن آقا کار داریم، زندگی داریم، زبانمون در سراسر کانادا رسمی هستش، زبان اداری هستش، زبان کار هستش، زبان استخدام هستش. هر کسی این زبان رو بدونه بیشتر از زبان انگلیسی حقوق میگیره، امکانات بیشتری نسبت به مناطق انگلیسی زبان در دستمون هست. چرا از جدا بشیم این منافع رو از دست بدیم؟ خب این در ایران یه چیزی در میان مردم و روشنفکران و استادان دانشگاه و محققان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و اهل سیاست و احزاب وجود نداره. حالا بگیم که آقا اکثر احزاب دولتی حداقل باید یکی دو تا احزاب مخالف وجود داشته باشه که بیاد از این چیز دفاع بکنه. نداره آقا، نداره. در نتیجه ببینید پانتورکیسم چیز بدی نیست، افتخاره. همونطور که فارسا دارن به خودشون افتخار میکنن که آقا فارسی زبان شیرین دنیاست و نمیدونم قند شکره و عسل و نمیدونم چی هست و جهان فارس و تمدن فارسی و تمدن ایرانی و تمدن فلانی و دنیا فلان میگن،
و دنبالش هم هستن. وقتی میره تاجیکستان رئیس جمهور ایران اونجا کیف میکنن که آقا رئیس جمهور اونجا گفتش که زبان ما یکی هستش و فلان، در ما بشوی، دروازه ما به روی شما باز هست، باشید بیاد نوروز رو مهمون ما باشید و اینها کیف میکنن. خب ما هم ترکیم آقا جان، ما ترکیم و دنیای ترک 7 کشور مستقل داره و 11-12 تا کشور تحت اشغال داره و یه روزی این فکره که این دنیای ترک به هم بپیوندند و ترک‌های آذربایجان خودشون به یک کشور مستقل و منبع قدرت تبدیل بشن. خب این آرزوی ماست. یه روزی این بهش میگیم ما، شما بگید پان ترکیسم بده، خب از نظر شما بد باشه، چه ایرادی داره؟ از نظر شما زبان ترکی هم بده، از نظر شما زبان ترکی رسمی بشه بده، از نظر شما آذربایجانی حق و حقوق داشته باشن بده. خب این که بده که قرار نیست ما هم دست به دست شما بگیم آقا پان ترکیسم بده. پان ترکیسم اصلا و ابدا بد نیست، یه تفکر بسیار خوبی هستش. مثل اروپایی ها که اومدن اروپای متحد رو واحد رو ساختن، ترک ها میتونن اینجا رو بسازن، عرب ها میتونن کشورهای عربی مستقل رو بسازن، نیازی به پاسپورت نداشته باشه، هر کسی هر جا میخواد بره زندگی بکنه. چه اشکالی داره که من الان مثلا اگه نمیتونم یا نمیخوام در تبریز زندگی کنم، پاشم برم مثلا ترکمنستان یا آذربایجان یا ترکیه یا قبرس یا اویغورستان، برم اونجا مثلا زندگی بکنم، چه ایرادی داره؟ این خیلی هم عالی هست، نه تنها ایرادی نداره بلکه خیلی هم عالی هست. به هر حال من فکر نمی کنم که این توهین ها، این تحقیرها تأثیری در ما داشته باشه. اتفاقا ما رو به مصمم تر میکنه و در راهمون، در هدفمون قوی تر عمل بکنیم. به هر حال اجازه بدید این متنی رو که من نوشتم ببینیم چرا اینا توهین میکنن. در مقابل این گفته اند که این مجسمه شاپور اول است. ما که نگفتیم نیست. مگر مجسمه شاپور اول سنگی نبود؟ اینو داریم میپرسیم. پس چرا داخل این مجسمه سنگی علامت سوال تعجب گذاشتیم؟ اگه سنگی هست یعنی یا نیست. میلگرد کار گذاشته شده است. داریم میبینیم. به نظرتان این مجسمه و تاریخی که به آن نسبت میدهند خیلی مصنوعی، خیلی جدید نیست؟ میتونید بگی آره هست یا نیست. نیازی نداره که به نظرتان فرهنگ خودتون رو از زبانتون و دهنتون و فکرتون بریزید بیرون. به نظرتان چرا عده‌ای متخصص نشستند و تاریخ سازی میکنند؟ گفتیم تو این غار آخه این مجسمه چطور مثلا 1000 سال مونده؟ چطور؟ مثلا یه بیل بوده زیر خاک پنهان شده نتونستم پیدا. آقا یه چیز 7 متری 8 متری هستش، گوگل بکنید مشخصاتون میاد، مثلا چند تن هست، نمیدونم چیز فلانه. به نظرتان با خلق مجسمه و سنگ نوشته اینور اونور ما کتیبه هایی رو دیدیم. من قبلا اینو در یه نوشته دیگه نشون دادم، در کتاب 4 کهکشان ارتباطی دکتر مهدی محسنیان راد عکس های این چیزها رو گذاشتن. شما میتونید برید اونها رو نگاه بکنید. درست کردن ولی وقت نکردن بنویسن. سنگ نوشته، مهر، سکه، مدارک ساختگی، کتاب و اینجور چیزا میسازن، اسامی جعل میکنن. جعلی برای ساخت تاریخ و هویت اقدام نمیکنن. یعنی آیا با ساختن اینها نمیخوان تاریخ جعلی و هویت جعلی بسازن؟ راستی این همه جعلیات برای تامین کدامین منافع، برای تامین منافع کدامین طبقه اجتماعی به جامعه تزریق میشود؟ این هم یک سوال هست. سوال میتونید سیاسی فرض بکنید، میتونید حقوقی فرض بکنید، میتونید اجتماعی فرض بکنید، میتونید طبقه‌ای، کارگری، غیر کارگری، سرمایه‌داری، اینها اشراف اینها. مثلا اینجا گفتم مثلا چی بوده؟ ترمیم شاپور اول در سال 1336 انصاف علی هدایت. ما با احترام کامل به چیزی که اونجا پیدا شده سوال داریم میپرسیم. این حق سوال کردن برای همه باید قبول باشه. شما چرا در مقابل این سوال ها
فکر میکنی که باید من عقب نشینی بکنم به جای اینکه مثلا شما جواب بدید من باید عقب نشینی بکنم بگم نه آقا اینا اولا کامنتاتون رو نمیخونم، یعنی حالا یکی دو تا رو خوندم ببینم که چیزی هستش و نیستش. چیزش اینه دیگه، چی میگه اینه، ببینید جواب. حالا خودشو تاریخدان میدونه، این آدم خودشو متخصص میدونه. ببین عکسش اینجا بزرگ میکنه رضا. حالا با این اسم مستعار، یعنی اسم خودش نیست، احتمالا عکسش هم مال خودش نیست. خب ببین تعصب قومیت گرایی تو را چنان کور و جاهل کرده که بسیاری از واقعیت‌های مسلم تاریخی را برای پوشش افکار پوسیده انکار می‌کنی. بعد این آقا تیپ روشنفکری برای ما میگیرد و از مهندسی جهل صحبت میکند. تو خودت سرشار جهل مرکب هستی. من که گفتم جاهل نیستم، من بارها اعتراف کردم که آقا ما تو ایران جاهل تربیت شدیم، یه عده ما رو جاهل به بار آوردن، اصلا جهل در ایران رو مهندسی کردن، طبقه بندی کردن، راه و شیوه هاش رو مشخص کردن، تو مدارس و دانشگاه ها آموزش میدن، رادیو تلویزیون پر از جهل و ترکیبه. به نظر من یکیش اینه، یه آدم متخصصی بیاد یا این کارگران رو پیدا بکنن بگن آقا اینو کی ساختن، چجوری ساختن، چطوری بوده که اینجا مثلا چرا اصلا داخل غار بوده این مجسمه. اصلا این سوال اول، این داخل غار چیکار میکرده؟ اگر داخل غار نبوده از کجا اینو پیدا کردن بردن داخلی؟ چرا داخل جلوی غار گذاشتن مثلا؟ حالا باید بگن که آقا این بگن نه آقا این بتون رو و این میلگرد ها رو بعدن ما داخلش گذاشتیم که نشکنه مثلا. خب باید بگن آقا این بتون رو، خب عکسای اون رو نشون بدن. حالا این عکس رو نشون دادن، 4 تا عکس رو، 10 تا عکس دیگه نشون میارن که میدن که آقا این داخلش از اول مراحلی که چیز کردن این نشکسته بوده، نمیدونم یا داخلش بتون نبوده، میلگرد نبوده، بعدن اینو گذاشتن برای اینکه چیز بکنن. خب باید اینها رو به این شکل برخورد کرد. نمیشه که شما هرچی دلتون بخواد بگید که ما میگیم و این درسته و شما عقب نشینی کنید. چرا؟ چون من بهت فوش میدم تو باید عقب نشینی بکنی. من فوش‌های شما رو به عنوان مدارک این که شما یک ملت عقب مانده بدوی هستید میپذیرم. یعنی من به شما رو به عنوان اینکه یه آدم‌هایی ببخشید مثل سگ هستید که دارید، منی که دارم یه چیز رو می‌نویسم دارید او میکنید. او کردن شما به این ربطی نداره که من بیام حالا براتون ننویسم برای شما یا برای دیگران. همین که شما بیاید اینجا او بکنید یه روزی متوجه میشید که باید به این سوالها جواب داد. ذهنتون این رو میگیره. حالا به هر حال امیدوارم که چی باشه، این مفید باشه. عکسایی که گذاشتن، حالا مال من نیستش که بگم من این عکس رو گذاشتم. موفق باشید دوستان.